درود بر بچه‌تون، چقدر خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره بهتون گلد کردن نایف ها رو یاد بدم. خب بچه‌ها ببینید، قبل ویدیو یه سری توضیحات بدم. من الان میام توی قسمت کاتانا، گلدم ندارم، میرم گلد میکنم، ادامه ویدیو رو براتون میگیرم. اینجا ببینید مثلا لول داره. خب این کاتانا یا نایفتون لول داره. مثلا این گفته لول 2 کنید، بعد میتونید بقیه رنگ هاشو راحت باز کنید. حالا لول کجاست الان بهتون میگم. الان میریم آره. خب این قسمت که براتون خط کشیدم لوله، اونو باید ببرید بالا. چجوری گفتم دیگه، باید برید تو قسمت مولتی روم، بتل رو نمیدونم، مولتی روم، اونجا انمی بکشید و لولتون میره بالا. این و بچه این توضیحات که دارم میدم برای گل کردن نایف روی هر نایفی اثر میذاره. مثلا این توضیحات رو برای شما مشت، نانچکو اینا استفاده کنید، گل میشه. خب آره دیگه، اینا گفته 50 تا کیل بگیرید همین. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. بچه دسته یکو که اوایل ویدیو بهتون توضیح دادم براش بکنیم. من رفتم یه گیم بازی کردم، این دانلودیش رفت کلا کاتانا. خب این دستم تقریبا میشه گفت آسونه، قرار از پشت سر انمی ها رو بکشید. دسته سه هم که قرار نشسته انمی ها رو بکشید، تقریبا میشه گفت آسونه ولی خوب سخته. بریم سراغ دسته 4. میشه گفت خیلی آسون بچه. قرار مثلا توی کمترین زمان ممکن اولی روزه سری برید دومی رو بزنید، تقریبا میشه گفت آسونه. خب بریم سراغ دسته 5. دسته 5 هم برای دسته 5 هم الان قرار یه پرکی بذارید. الان بهتون پرکشو میگم. این پرک رو بذارید روی همون شمارهتون، هر شماره‌ای که قرار باش اون نایف رو گلد کنید و برید بکشید بخیال راحت دیگه. تقریبا آسونه دیگه. اون پرک رو میذارید میکشید، واقعا آسونه. برای این دستم بچه اون اینجایی که بهتون گفتم قرار با 2 تا انمی رو در کمترین زمان بزنید. حالا اینجا قراره یکم اکتیویژن کارو سخت کرده، قراره 3 تا انمی رو در کمترین زمان بزنید. میشه گفت آسونه، اگه یه جای شلوغ برید آسونه. خب برای بچه مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر و درودی دیگر، بدرود. من ذهنم تا وقتی ریت هست، هر کریسمس جهتمو میبینم، منو بالا سرم میذارم میدیریم کچر، عرق میریزم و هدفمو میچینم. اون رفتی بانو که نمیشه ببینن، من نیومدم که پرسته شدن رو ببینم، با اینکه من 7000 سال بعد میمیرم و 70000 شا بعد من میشینن.